شوهران، برادران و فرزندان آنها کشته شدند. ولی این زنان و کودکان قیمت گران عملکرد جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی را می‌پردازند. حکم گروه داعش در خاک عراق به پایان رسید و حالا سوال مطرح این است که با آیله‌های جنگجویان چی خواهد شد؟ فعلا اکثر آنها در یک اردوگاه کنار موصل جایگیر شدند. موقعنا الحالي هو مخيم برطلة اللي استقبلنا در اردوگاه برتلا آیله‌های جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی و مردم عادی جای داده شدند. ما از آنها خواستیم که خویش و اقربایشان را آگاه کنند تا در بازگشت به خانه به آنها کمک کنند. به آنهایی که تلفن موبایل ندارند ما امکانی تماس می‌دهیم. لغرض اخراجهم و استلامهم. مردمی بیجا شده به خانه هایشان برمیگردند، ولی خانواده های اعضای داعش جای برای بازگشت ندارند. بر علاوه شبنامه های با تهدید به اهل آیلای جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی روی زدند و بعضی منزل های جنگجویان مورد حمله با نارنجک قرار گرفتند. یک سال لازم شد که شوهرم به آنها باور کند. او مهندس بود و این گروه به خدمت او احتیاج داشت. آنها به کمک مهندسان، طبیبان و استادان دانشگاه‌ها نیاز داشتند. او به عقیده بنیاد خلافت اعتقاد پیدا کرد. مغز سرش را شستند. این زن 32 ساله 2 ماه این جانب از شوهرش اطلاع ندارد. به قول صهیب، شوهرش بعد 1 سال عضویت در سازمان افراطی میخواست فرار کند، ولی از این میترسید که даҳшатафканони دولت اسلامی از همسر و 4 کودکش قصاص میگیرند.